بیاییم تا قدر همدیگر بدانیم که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم. سلام و ادب خدمت شما. عرض تسلیت خدمت تمام مردم افغانستان و بالخصوص عرض تسلیت برای قلوردوی 209 بلخ تقدیم میکنم و آرزو میکنم که بر تمام مردم افغانستان غم و اول آخرشان باشه. و از فرصت استفاده کرده میخوایم که عرض تسلیت برای بانو فرزانه ناز، شاعره البته از شهر پاکستان برتان بگویم یا کشور همسایه، برای تمام خانوادهشان عرض تسلیت عرض می کنم. آرزوی زیر دارم که غم اول و آخرشان باشه و خیلی متاسف هستم برشان. واقعیت بانو فرزانه ناز گرچه همنام ما همچنان هستن، خواستم که امروز از فرصت استفاده کرده همچنین بر از اونو تسلیت و بر تمام مردم افغانستان به خاطر قلوردوی 209 بلخ. و ناگفته نباید بانه که این موضوع خیلی هم بر میخوره به خودم که باید یادآور شم. عقده اینجا آمده قرار است چیق بزنم، خیلی بغض داره گلونم، ولی به خاطر که ما هیچ وقتی کار نکردیم و هیچ وقت گرچه نیوزهای بسیار زیادی در مورد ما به نشر رسانده شده بود، ما نخواستم که مسئله را رسانه‌ای و یا فیسبوکی بسازم و یا هم بخوایم که بشینیم برای فیسبوک در موردش صحبت کنیم. اما کلا یک تعداد از اشخاصای بیکار، اشخاصای استفاده جو که واقعا نمیفهمن که این مسئله کجا میتونه خیس بزنه. حالا شاید اشتباه کرده باشد تلویزیون یا رسانه های پاکستان که عکس مرا، تصویر مرا به او خبر گذاشتن، یا هم امکان داره که این ویدیویی که به نشر سپرده شده بود فوتوشوت و یا هم ایدیت شده باشه، چون عکس بود و ویدیو نبود. حالا اینجا هر چیز امکان داره، ولی ما بحثم سر ازی است که آیا کسی که کار کرده اینا میفهمیده که واقعا این سر مردم افغانستان، سر دوستای بسیار خوب ما چقدر تأثیر گذار است. شاید باور نکنین که ما در ظرف 2 روز بیش از 500 تماس دریافت کردیم که واقعا همگی دوستا خیلی ناراحت شدن، آنقدر ناراحت که حتی پشت گوشی چیق میزدن، گریه میکردن و من خودم حتی نمیفهمیدم چی جریان داره، گپ چی است. و مثلا هیچ مای دیروز یا پریروز نیستم، خیلی هم تاثیرگذار است برای خودم. من میخواستم که ایره بگویم که آیا امی قتل، انفجار، انتحار، کشتن، تجاوز که یک چیز عام شده در افغانستان، البته افتخار است که باید ما افتخار بدانیم. میره آیا با مرگ کس خوش شدن افتخار است که ما باید افتخار بدانیم؟ میره شاید شخصا خودم اگر دشمن ما بیمیره و یا خدا نخواسته به پایش خارم بخله خوش نشم، ولی تا جایی که میبینم زیادتر از دوستا هموطنای ما خیلی خوش شدن و خیلی ها به تشویش و جگرخون و پریشان بودن. حالا من نمیخوایم که گریان کنم به خاطر که من حالا اگر گریان کنم نمیشه باز ممرای شما صحبت کنم، مگر جا داره که از طرف کسایی که این مسئله را رسانه‌ای و یا هم در سوشل میدیا جور کردن و یا هم مسئله را زیادتر کلان ساختن عذرخواهی کنم. باید معذرت بخوایم از تمام دوستایی که من دیرتر لایف آمدم و دیرتر خواستم شما را احوال از زیره بدم که من سلامت هستم، خوب هستم، به دعای شما دوستا. اکثر از دوستای ما که تماس گرفتن خیلی زیاد گریه کردن
ما از همگیش معذرت میخوایم. از کسایی که اصلا من میتونم نام بگیرم اما زیاد است چون نمیخوایم نام ببرم، ولی چند تا از دوستای بسیار خاصم و دوستای بسیار خوبم که دیروز ما باور بکنین گریه از او آدم برای اولین دفعه دیدم که چه رقم گریه میکرد. شبانه جان مهریار که واقعیت جگرخون شده بود به خاطر قضیه، تماس گرفتن و تشکر میکنم ازشان، جهان سپاس. دوست بسیار خوبم شهزاد جان عدیل و نجان مسکینیار، خب همه طور دوستای بسیار زیاد ما. اما در کل خواستم که امروز بیایم لایف و بر شما دوستا بگویم که مجبور تیار هستم. ببخشین بسیار زیاد. با پیام تمامتان جواب میتم دوستای عزیز، اما فعلا میخوایم که تنها چیزی که باید گفت امی قضیه فرزانه اناس شاعره پاکستان، البته قضیه مربوط از او میشده، هیچ هم مربوط من نمیشده، ولی به پای ما ختمش کردن. به گفته پیشتر یک تعداد از مردم بیکار استفاده جو که به خاطر پیش بردن پروموت پیج خود و لایک پیج خود و بالاخره مشهور شدن خودشان که با این کار شاید زیادتر مشهور شوند، چنین کار کردن. ما معذرت میخوایم از طرفشان، از تمام دوستای عزیز. ما فکر کنم که باید یک حس وطن دوستی داشته باشیم، یک حس داشته باشیم که ایتونه که امروز وقت این حادثه به پای ما تمام شد، ولی خیلی از دوستا تماس گرفتن که هستی، خدا کنه دروغ باشه، بالاخره لایف برین، پست بگذارین که ما پریشان هستیم. اما ما میخوایم که امو محبت، امو دوست داشتن در زنده بودن ما برای ما مردم نشان بده، نه ای که خبر مرگ ما به گوششان بره، نه ای که ما بمریم، نه ای که یک کس دیگه بمره بعدن باز بگوییم که او والا چرا شد، خدا نکنه که باید میشد. خانواده باید یک دیگر را دوست داشته باشد، چون همگی میفهمه زندگی کوتاه است. من میفهمم مرگ حق است، همگی میفهمم مرگ حق است، مگر مرگی که چنین اشخاصا از طریق فیسبوک ما را میکشه در حالی که ما زنده هستیم، از طریق ویدیوهای غلط میکشه در حالی که ما زنده هستیم. او هم شاید سر روح انسان خیلی تاثیرگذار باشه. دیروز و پریروز امروز خب چه قسم گذشت من نمیفهمم. شاید که ببینن دوستا خیلی خسته به نظر میرسم، خیلی سر و وضعم خراب است، خیلی وضعم خراب است، چون هیچ نمیتونستم به خود برسم. اما آمدن من لایف با فیسبوک فقط دل یک تعداد از دوستایی که پریشان بودن به خاطر من خواستم جمع بسازمشان. شاید زیادتر نتونم صحبت کنم دوستای عزیز، تا که یک تایم معین مناسب اختیار کنم و کبک وار سر حال و خوبتر باشم و همراه شما دوباره بیایم لایف صحبت کنم. خداحافظ دوستای عزیز، ببخشین.